عجیب ترین حقایقی که فقط در کشور ترکمنستان وجود داره، یکی از کشورهای همسایه ایران که کمترین بازدید کننده رو داره، تنها کشور بیطرف جهانه و کم تراکم کشور آسیای مرکزیه. این شما و این کشور شگفت‌انگیز ترکمنستان. بیاین از یه سری اقدامات خیلی خوب که دولت برای مردمش انجام میده شروع کنیم. به عنوان مثال قیمت بنزین، آب، گاز و برق و تلفن خیلی ناچیزه و حتی تا قبل از سال 2019 رایگان بوده. برای همه خانم های این کشور در روز 8 مارس هدیه ها ارسال میشه. زنان دارای 8 بچه یا بیشتر همه خدمات براش رایگان میشه. خانواده های دارای 3 فرزند یا بیشتر خانه و ماشین های مجانی میگیرن. مردم این کشور ماهانه برای هر ماشین 120 لیتر بنزین رایگان سهمیه دارند. از طرف دولت مراکز عروسی دایر شده که رایگان در اختیار زوجها قرار میگیره. 80% سرزمین ترکمنستان بیابون و کویره و زندگی بیشتر ترکمنها عشایریه. یک واقعیت قابل توجه در مورد این کشور اینه که 30 میلیون سال قبل در اون یک دریای غول‌پیکر وجود داشته. بیابونها و ماسه ها امروزه بخش برجسته جغرافیای کشور رو تشکیل میده، چون کویر قرقام در اون قرار داره. با این حال بیشتر مساحت اون برای زندگی گیاهی و جانوری نامساعده. این دومین کشور محصور در خشکی در آسیای مرکزی در کنار قزاقستانه. پایتخت و بزرگترین شهر ترکمنستان اشخاباد در مرز جنوبی با ایران قرار داره. این کشور یکی از کشورهاییه که کمترین بازدید کننده رو داره. در واقع یک ساز و کار پیچیده ویزا ترکمنستان را به یکی از کم بازدیدترین کشورهای جهان تبدیل کرده. در هر زمان گردشگران زیادی رو توی این کشور نمی بینید. در سال 2012 میلادی این کشور به صورت متوسط سالانه 8900 بازدید کننده داشته که اون رو به یکی از کشورهای تقریباً بسته در آسیای مرکزی تبدیل میکنه. یکی از دلایلی که این کشور شاهد تعداد کمی بازدید کننده است اینه که برای مدت طولانی این کشور به روی دنیای خارج بسته شده بود. اشخاباد در کتاب رکوردهای جهانی گینس قرار داره. در سال 2013 میلادی اشخاباد پایتخت ترکمنستان به دلیل داشتن بیشترین تعداد ساختمان‌های مرمر سفید در این شهر وارد کتاب رکوردهای جهانی گینس شد. طبق آمار این شهر دارای 543 ساختمان مرمر سفید به مساحت 4.5 میلیون متر مربعه. قبل از این دستاورد به دلیل داشتن بلندترین میله پرچم جهان به ارتفاع 133 متر، بزرگترین مجموعه فواره، بزرگترین تصویر معماری و بزرگترین چرخ و فلق در یک طرح معماری مسقف در کتاب گینس بود. ترکمنستان تمایل زیادی به ثبت رکوردهای گینس داره و مرتباً از افراد رکورددار دعوت میکنه تا جدیدترین رکوردهای این کشور را یادداشت کنن. ناگفته نمونه که بیشتر این رکوردها فقط در ترکمنستان فکر و اجرا شده. قبل از اینکه بریم سراغ حقایق بعدی ترکمنستان، حتما یه دونه لایک به این ویدیو بزنید. جالبه بدونید که این کشور خربزه های شیرین و آبدار تولید میکنه که حتی یک روز ویژه برای اون ایجاد کرده که تعطیل رسمیه. خربزه های ترکمنستان در سراسر منطقه معروفند. هر دومین یک شنبه ماه آگوست توسط مردم به عنوان روز ملی خربزه جشن گرفته میشه. هیچ ماشین کثیفی در این کشور وجود نداره. یکی از عجیب ترین قوانین این کشور اینه که شما نمیتونید در پایتخت خودروی سیاه رنگ داشته باشید. همچنین خودروهای کثیف مجاز به تردد نیستند. به همین خاطر که تعدادی ایستگاه کارواش در حومه شهر وجود داره
تا مردم بتونن قبل از ورود به شهر خودروهای خودشون رو تمیز کنند. فرش در ترکمنستان چنان اهمیت داره که وزارت فرش در دولت وجود داره. همچنین یک موزه ملی فرش در اشخاباد با بیش از 1000 فرش به نمایش گذاشته میشه. علاوه بر این طرح فرشی روی پرچم ملی ترکمنستان هم وجود داره. اسبها هم به اندازه فرش مهمند. نژاد اسب محلی آکارتکه ترکمنستان یکی از کمیابترین و زیباترین نژادهای دنیا محسوب میشه. در واقع رام کردن اسب یکی از مشاغل مهم این کشوره. بچه های ترکمنستانی در سنین پایین به مراکز آموزشی اسب میرن تا مربی اسب بشن. اسب آکارتکه بر روی نشانه ملی ترکمنستان دیده میشه، اما این نشان متعلق به اسب زنده است و بعد از مرگ اسب عصر جدید آکارتکه انتخاب میشه و نشان ملی بروز میشه. ترکمنستان تنها کشوری در جهانه که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان بی‌طرف شناخته شده. در سال 1995 میلادی تمام 85 عضو سازمان ملل متحد به بی‌طرفی ترکمنستان رأی دادند و به مناسبت این جشن یک شاخه زیتون به پرچم اضافه شد. مشهورترین جای گردشگری این کشور دروازه جهنمه که تقریباً 50 سال پیش ایجاد شد. دروازه جهنم یک پدیده طبیعی نیست، بلکه نتیجه یک حفاری اکتشافی گاز طبیعی صورت وحشتناکی به اشتباه انجام شده. در سال 1970 میلادی دانشمندان شوروی در حال حفاری برای گاز طبیعی بودند، اما به صورت تصادفی تجهیزات اونها در چاله سقوط کرد و باعث فرار گاز طبیعی شد. زمین شناسان تصمیم گرفتن اون رو روشن کنن به این امید که بعد از چند روز بسوزه، اما بیش از 50 سالی که میگذره و آتش هنوز خاموش نشده. همچنین این آتش حیات وحش اطرافش رو از بین برده. دولت در حال حاضر به دنبال راهی برای بستن درهای دروازه این جهنمه. دلایلی که برای این امر ذکر شده اثرات منفی آتش بر سلامت ساکنان اطراف اون و همچنین آسیب‌های زیست محیطی بسیار زیاد اونه. ممنوعیت داشتن ریش برای مردان جوان یکی از قوانین عجیب و غریب بسیاری که رئیس جمهور سابق این کشور نیازوف در سال 2004 میلادی وضع کرد این بود که مردان جوان از داشتن ریش یا موهای بلند منع می شدند. فقط مردان بالای 70 سال میتونن ریش نگه دارن. نکته عجیب اینه که این قانون مشابه در تاجیکستان هنوز وجود داره و هنوز توی تاجیکستان لغو نشده. حالا شما توی کامنت ها بگید که نظرتون راجع به این کشور